در حقیقت سفر بر اساس دعوت امیر محترم قطر صورت میگیره. بار پیشتره که با ایجا همراهشان نشست‌های داشتیم و در اونجا فکری که یک سفر در سطح رؤسای دولت صورت بگیره و ملاقات دو جانبه به خاطر حمایت از پروسه صلح و گسترش و توسعه همکاری‌های دو جانبه من حیث هدف اساسی سفر تعیین شد. دستاوردی که می‌خواهید داشته باشین چی از این سفر وزیر صاحب، مخصوصا در بخش صلح؟ البته در پروسه صلح که 100% پروسه باید پیش برود، 100% آرزوی زیر داریم که به زودی بخیر صحبت‌های اساسی روی اجندای که خواست مردم افغانستان است، مخصوصا مسئله آتش بس صحبت آغاز شود. کاهش خشونت باید مردم در زندگی خود محسوس کنند. این هدف کلان ماست که در پروسه صلح باید بخیر به اهداف برسیم.